تا حالا عجیب ترین زمین‌های فوتبال دنیا رو دیدی؟ مورد آخر واقعاً عجیب ترین و خوشگل ترین زمین فوتبال است. شماره 1 نروژ. روی یه جزیره وسط دریا توی نروژ زمینی هست که انگار از دل طبیعت کنده شده، بدون جایگاه تماشاچی ولی با منظره افسانه‌ای. شماره 2 هنگ کنگ. یه زمین فوتبال دقیقاً بین آسمون خراشا. تصور کن داری بازی میکنی و دور و برت فقط برجای غول‌پیکرن. شماره 3 ژاپن. توکیو یه زمین فوتبال داره روی پشت بوم یه فروشگاه بزرگ با منظره‌ای از کل شهر. شماره 4 قطر. تو قطر زمینای وسط شنها ساختن که حتی سیستم خنک کننده هم دارن. شماره 5 ایران. زمین فوتبال با منظره‌ای خیلی قشنگ در روستای دیوناو که کنار رود خیلی قشنگ قرار داره. حالا شما توی کامنت ها بگین کدوم از همه قشنگتر بود؟